امارت اسلامی افغانستان از هر فرصتی که به خاطر حل معضلات و مشکلات مؤثر دانسته میشه استفاده میکنه و به خاطر بهبود زندگی مردم افغانستان بخصوص در عرصه های اقتصادی از فرصت های به دست آمده تلاش می‌ورزه که به شکل اعظمی و خوب استفاده شود. این سفر ما دشمنی با هیچ جهت نیست و تعامل به همه جهت ها می باشد که باید درک شود و از آن استفاده بهتر صورت بگیرد. موږ د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نږدي، بلکې په هغو مواردو کې چې د افغانستان د خلکو حق ده باید هیوادونه خپل مکلفیت ادا کړي او د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پیاوړتیا کې ونډه ولري او خنډونه له منځه یوسي. افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست. همه مردم کشور ما در هر موقف و هر جایی که قرار دارند می توانند مشترکاً در آبادی کشور خود و در حفظ ثبات و امنیت کشور خود سهم داشته باشند و همکار باشند. موږ دوحې ته د تفاهم او د ستونزو د حل په موخه روان یو او ټول اړونده هیوادونه له افغانستان سره د ښه تعامل دریځ ته رابولو. ما می‌خواهیم موضوعات مربوط به تعامل مثبت و سازنده به افغانستان را به سازمان ملل متحد، کشورهای ذی دخل و به تمام کشورهای جهان حل نماییم و مسیر واحد را به خاطر بهبود وضعیت بخصوص وضعیت اقتصادی و ثبات همه جانبه در افغانستان پیدا کنیم و این پالیسی امارت اسلامی افغانستان می باشد. مهمی است که در نشست ما چی پیام را میتونیم به کشورهایی که اوجه شرکت دارن انتقال بدیم. در نشست فیصله نمیشه، در نشست کدام بحثای بزرگ کلیدی صورت نمیگیره، بلکه پیامات تبادله میشه. مدت شده بود پیامات بعض از کشورها به خصوص کشورهای غربی با افغانستان در حالت سکتگی قرار داشت. یک فرصت آمد که پیامات تجدیداً رسانده شود. تلاش میکنیم که به گونه احسن و خوب پیام مردم افغانستان و امارت را به جهانیان برسانیم. و خواست امارت اسلامی افغانستان در نشست عموما چیزی که در نشست ارتباط میگیره موضوعات بعضی از محدودیت هاست که بالای افغانستان وضع شده و همچنان بعضی موضوعات اقتصادی است که در با پروبلم ها مواجه است. بعضی دستاوردهای را که داریم تشریح شود. گاهی وقت پروپاگاندای صورت میگیره که وضعیت افغانستان را ناهموار نشان میده. این سوءظنا را باید از بین ببریم، پیام مثبت را به کشورها انتقال بدیم. دلایلی که در پیشروی به رسمیت شناختن افغانستان بعضی کشورها مطرح میکردن او معقول و منطقی نیست. با واقعیتایی که در افغانستان داریم سر نمیخوره. اینجا یک حکومت واحد، جغرافیایی معلوم و همچنان ارائه خدمات وجود داره، باید این نظام به رسمیت شناخته شود و بعضی از کشورها همین حال با ما تعامل رسمی دارن، یعنی اگر اعلان نکردن جداست ولی تعاملشان رسمی است. ولی امید میره که این نشست‌ها قناعت بعضی از کشورهایی که باقی مانده هم فراهم بسازه تا یک تعامل رسمی را آغاز بکنند. یک پله از زینه است که ما آستا میتونیم پیش بریم.